خب فقط باید دستتو اینجوری بکشی عقب، موقع پایین اومدن رهاش کنی تا پرتاب بشه. فهمیدی؟ داری وقتمو تلف میکنی. یه دقیقه وایستا. اینجوری؟ آره خودشه. جکس این دفعه واقعا نمیخواستم بزنمش. حالت خوبه گنگل؟ چرا همیشه این کارو میکنی؟ چیه؟ من که گفتم ناخواسته بود. باورم نمیشه تو باورم. آهای گنگل، یه چیزی پیدا کردم، شاید خوشت بیاد. خرابه. معلومه کی هست. مطمئن نیستم کار کنه ولی خیلی شبیه ماسک توه. تازه خوبیش اینه پلاستیکیه، به این راحتی ها نمیشکنه. امتحانش کن. چه حسی داری؟ یه حس عادی، یعنی عادی خوب. این خیلی خوبه نه؟ آره ممنونم زوبل. خیلی نده. اینجا چه خبره؟ ببینم خیرات رو انداختی؟ بفرضم که آره، هرچی هم باشه به تو نمیرسه. هی فکر کنم دیگه نمیتونی شاخ یونیکورن داشته باشی. من کی همچین چیزی خواستم؟ فکر کنم خیلی بهت بیاد. خب راستش ممکنه. کسی گفت ماجراجویی؟ نه. ماجراجویی امروزمون نفرین قصاب روانی خشنه. درسته؟ تک گوشتای آدمی زاده پاشیده به در دیوار که بوی خیلی گندی هم میده و این نقطه شماست که میشه لطفاً بی خیال چیزای وحشتناک بشی؟ من واقعا نمیخوام تجربه دفعه قبل رو تکرار کنم. مگه دفعه قبل چی شد؟ منظورت همونیه که برای من ساخته بود؟ کله یه فرشته هیولاتور بود و بعد که سعی کردیم باهاش بجنگیم ما رو فرستاد جهنم و اونجا ارواح خبیث سعی کردن ما رو تسخیر کنن. خیلی وحشتناک بود. چرا فکر کردی از همچین چیزی خوشم میاد؟ خیلی خوب، اگه قراره اینقدر بهم ایراد بگیرین چطوری خودتون یه ماجراجویی پیشنهاد بدین؟ گفتیم یه بارم شده صندوق پیشنهاداتو باز کنی؟ خب دروغ چرا؟ کلا یادم رفته بود اینجاست. میدونستم. صندوق پیشنهادات داشتیم؟ مثل اینکه نه. بابل ترتیبشو بده. یه ماجراجویی که زوبل تبدیل به یه کیسه بوکس میشه و ما تا میخوریم اونو میزنیمش. اون مال من بود. نه بابا راست میگی. چطور یه ماجراجویی داشته باشیم که جکس توش زر نزنه؟ وای قلبم جریه دار شد. خوبه. بچه ها میشه یه چیزی انتخاب کنیم که عادی باشه. خب من از کجا بدونم شما به چی میگین عادی؟ چطوره توی ماجراجویی هممون توی فست فودی کار کنیم؟ این عادیه؟ چی اونو نوشته؟ آره این کاملا عادی. چه خوب! این یعنی ماجراجوی امروز اینه. یه لقمه نون حلال برای یه روز کار توی رستوران زنجیره اسپاتزی و تو میتونی سرشیفت باشی. ماجراجویی که برامون انتخاب کردی اینه؟ درسته. با توجه مهارت‌های مدیریتی که امروز نشون دادی ثابت کردی سرشیفت بی‌نقصی میشی. ماشره همینطور ایده داره میاد تو مغزم. چه عجیب. خیلی خوب، وقتی تموم شد میبینمتون. چی؟ دوباره؟ من دوست ندارم کسی ازم بیگاری بکشه. فهمیدم. من میتونم کنارگیری کنم و بذارم زوبل به جای من شرکت کنه. چی؟ اینو از کجا در آوردی؟ چه فکر خوبی کنگر. خیلی خوب میشه اگه تو بتونی تو بازی شرکت کنی. چی زوبل؟ شوخیت گرفته؟ نمیتونی مجبورم کنی توی این ماجراجویی مسخرت شرکت کنم. خب دیگه ببرون دهنتو. من فکر کنم بتونم از پسش بر بیام. من قبلا هم جای دیگه سرشیفت بودم. پس منتظر چی هستیم؟ کفشه آجدارتون رو بپوشین که بریم سمت اسپاتزی. خب بهتر برم تو نقش سرشیفتی و کارو شروع کنم. خب اینم از این. حالا بریم سراغ کارمون بچه ها. او نه، انگاری من راگاتا رو بلند کردم و پرتش کردم تو سرخ کن. اوه نه 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 نه، امروز اصلا قرار نیست از این خرابکاریا بکنم. حالا چطوری میخوای جلو ما بگیری ها؟ همین الان با مدیریت تماس میگیرم. بله؟ سلام کن. ما با کارمندا به یه مشکل کوچولو برخوردیم. فکر کردم شاید بد نباشه یه مجازات حسابی برای اونایی که خرابکاری کردن در نظر بگیریم. ببینم چی گفتی؟ ایجاد انگیزه. این همون چیزیه که ماجراجویای من کم داشتن. فکر بکری بود گنگل. سعی میکنم یه مجازات وحشتناک برای کارمندای خرابت آماده کنم.
چرا این کارو بهش کردی؟ میگم فاز جنون و قراره خیلی خیلی بیشترم بشه. خیلی خوب جکس، وظیفه تو اینه که نوشیدنیا رو آماده کنی، قهوه دم کنی، چای درست کنی و دستگاه بستنی سازو پر کنی. پس برو سر کارت. اوضاع داره عجیب و غریب میشه. صبحانه. امروز چی میل دارین آقا؟ اوه اینجا رو اون مرد حبابیه. اوه اون مال یه ماجراجویی قدیمیه قبل از اینکه تو بیای. باشه پس یه دونه شماره 57. ها من حالم از این یارو به هم میخوره. هیچ وقت تو روی مشتری نباید بگی ازش حالت به هم میخوره. وقتی ساعت کاری تموم شد میتونی این کار انجام بدی. توش خیلی میبخشیدا دلغک کوچولو. من میخوام احمق برگر رو سفارش بدم. دفعه قبلی که سفارشش دادم یادتون رفته بود سس کله پوکی بهش بزنی. این دفعه یادتون نره. واقعا همچین چیزی داری؟ آره من همیشه همینو سفارش میدم. بهش اعتیاد دارم. خیلی خوب، یه احمق برگر. الان آمادش میکنم. بس تو واقعا داری اینجا کارتو انجام میدی؟ آره دلم نمیخواد که این مجازاتم کنه. که این قرار نیست هیچ کاری با همون داشته باشه اصلا. این چیزا نیست. واقعا اینقدر بهش مطمئنی؟ تنها چیزی که تا الان جلوی که اینو گرفته اینه که ازمون خوشش میاد. نمیخوام خرابش کنم. ببین کی داره این حرفا رو میزنه. وای سلام. سلام خانومی، یک کلاب ساندویچ سوسیس و بیکن. این رفقام 6 تا کوکو سیب زمینی میخوان نصف با هم بخورن. باشه خوبه. شما میدونی سلام. ببینم شما حالتون خوبه خانوم؟ آره من عالیم. وقتی اسمتون حاضر شد غذاتون رو صدا میکنم یا آره همون. یادم رفت جایزه کودک سفارش بده. ولی تو که کودک نیستی. درسته پس یه جایزه بزرگسال. خب نمیدونم همچین چیزی دارن یا نه. میتونم کمکتون کنم خانوم؟ من فقط میخواستم بگم سلام. سلام. ما قبلا هم دیگه رو دیدیم؟ خب راستش نمیدونم. چی؟ راگاتا پامنی کجاست؟ ها؟ اون داره با یارو پاسیلی لاست میزنه چون ترجیح میده با یه NPC باشه نه با ما یا هرچی. خب اینجوری نمیشه. نه کاش یکی هم با من خوشو بش میکرد. پامنی باید پشت صندوق باشی. اینقدر مزاحم مشتریامون نشو. ولی این گامیگوه. صندوق که فرار نمیکنه. اینجا که واقعی نیست. حتما بعدش هم میخوای بگی جایگاه مدیریتی من واقعی نیست. به هر حال منوی صبحانه رو جمع کن چون دیگه وقت ناهاره. نهار. خیلی خوب بچه ها، ساعت شلوغی ناهاره. لباس رزماتون رو بپوشی. ببینم این الان اتوبوس حساب میشه؟ آقا شما چیزی میخواستین سفارش نه بدین؟ خیلی ممنونم، دارم غذا میخورم خدا. خب آخه مردم پشتتون صف کشیدن. 300 تا چیزبرگر برای بچه‌های نازنین من. همینجا میل میفرمایین یا میشه یه لحظه اینجا منتظر بمونین؟ لامپی اسکیچرز لوتا و موجود رقت انگیز رو رها کنی.
وای همه گلوینگا اسم دارن؟ معلومه که دارن. من عاشق تمام گلوینگاییم که به دنیا میارم. فکر کردی من از او خونواده هاشم؟ چه قشنگ. هی من مادر مسئولیت پذیریم. قیافمو نگاه من نکن. فقط میخواستم بگم روز خوبی داشته باشین. بازم به اسپاتزی سر بزنین. روز شما هم بخیر. جکس، تو دستشویی انگار بمب ترکیده. یکی باید بره برق بندازتش. خب چه میدونم، زنگ بزن به یه گروه خونساسازی بمب. جکسی جون، دلت نمیخواد الگوی کارمنده دیگه باشی؟ نه، من به هیچی اینجا اهمیت نمیدم. خب این که جواب یک کارمنده خوب و توانا نیست. نه نیست. چه بد. وقتی زار میزدی بهتر بودی. خب شاید لازم باشه برگردی تو چی؟ تو آموزشی. ها؟ سلام، به اسپاتزی خوش اومدی. تو این ویدیو قراره سیروبمه تبدیل شدم به یه کارمند خوب و یاد بگیری و یه کسو ارزشمند از خانواده اسپاتزی بشی. که اینو درست کردی؟ میدونم چی تو فکرته. من نمیخوام تا ابد تو فست فود کار کنم. میخوام نقاشی بکشم و مانگاهای انیمه خوشگل خودم و تو وب کامیک پست کنم. خوبه که رویا داشته باشی، ولی به خاطر داشته باش که همه اینا خیال بافیه و باید دست از تلاش برداری عزیزم. ولی قبل از همه اینا اولین و مهمترین چیز اینه که ببینم تو داری لبخند میزنی. نه. چرا نمیزنی؟ نکن، ببینم کسی که نمیتونه اینا رو ببینه مگه نه؟ حالا دیگه وقتی ارزیابی عمل کرده شغلی شما. اون سس تروبه. آهای باید چیدن اینا رو شروع کنی. من دیگه جا ندارم. من که 5-6 تاشو درست کردم مگه نه؟ خوبه 6 تا از 300 تا. تو همش نق میزنی، همش گور میزنی، چرا همش قرونه؟ گنگل میشه به راگاتا برسی؟ فکر کنم یه چیزی زده یا یه چیزی خوردی. یه چیزی زده؟ یعنی تا زمان استراحتش ساب نکرده؟ همین الان میام. نه وایسا، خودم میتونم، فقط باید سس تو رو بردارم. دلم برای اسبام تنگ شده. خیلی خب بذار من کمکت کنم. اصلا کی گفت تو رئیس ما بشی؟ به نظرم من خیلی هست و مسئولیت پذیرتر بودم. خب اگه الان کم کاری کنی ممکنه بعداً مجازات چی؟ مجازات چی؟ الانشم سرویس شدم، دنیا رو سرم خراب شده، همش مهمونی و کلاس رقص. ببینم اون چه شده. هم میدونی کار گروهی زمانی جواب میده که همه 110% مایه بذارن، نه 5%. بعدت نیادا، ولی با ماسک خوشحالی خیلی رو مخ شدی. وایسا، نباید اینو میگفتم. زوبل به راگاتا کمک کن سفارش آماده کنه. من الان باید برم این وری. لعنتی سر به سرم گذاشتی؟ هی جنگل، فکر کنم این ساعت خرابه. ساعت خرابه یا این مایم که خرابی؟ عالی شد. این شیفت واقعا چقدر طول کشیده؟ 6 ساعت؟ 8؟ 24؟ 1 هفته؟ 1 سال؟ اصلا زمان اینجا حرکتی هم داره. اصلا قرار هست برگردیم؟ هیچ وقت به رویامون میرسیم؟ وایسا. آره اون ساعت خرابه. شام عجب، بیش از حدی که لازم بود راجع به تولید مثل گلوینگا اطلاعات داد. میشه بری کنار؟ یوهو جکس،
من ازت متنفرم، ولی نمیخوام تو ازم متنفر باشی. عجیبه نه؟ تو خیلی بالایی. درسته. تو در چه حالی؟ خب همه چی حال من خوبه. کاش منم همینطور بودم. جکس این پشکالی ظرف ریخته. اگه دستت خالیه صداد ظرف شستن عالیه. لعنتی. الان میام. فعلا پامنی. تو ردیفی؟ معمولا تا این موقع ماسک خندم میشکست. یه جلسه روانکاوی دیگه. خب مگه این ماسک تو رو خوشحال نمیکنه؟ تو کسی رو داری که باهاش حرف بزنی؟ مثلا راجع به مشکلاتت. مطمئنم راگاتا دوست داره کمکت کنه. اوه راگاتا دوستش دارم، ولی بعد از یه مدت نمیتونی بفهمی احساسش واقعیه یا علکی. خب در هر حال نمیشه که تمام شب و اینجا بشینیم راجع به احساساتمون حرف بزنیم. باید کم کم بریم سر کار. خیلی خوب، ساعت کار تمومه. تجربه مزخرفی بود، بعدا میبینمتون. فکر کنم وقتی کار راگاتا تموم شه لازم باشه یکی برسونتش. چرا داری به من میگی؟ من باید درا رو قفل کنم. نه منظورم این بود که من میرسونمش. فکر کنم کارش یه ساعت دیگه تمومه. باشه میتونم یه ساعت دیگه بمونم. میدونی اگه بخوای من میتونم درا رو قفل کنم. اگه دلت میخواد برگردی خونه خب میتونی بری. مجبور نیستی اینجا تنها بمونی. من ترتیبشو میدم. واقعا ایرادی نداره؟ نگران نباش. تو بهتره برگردی خونه و استراحت کنی. عجب روزی بود.
خیلی خوب، بهتر گزارش عمل کرده امروز رو بررسی کنیم. در مجموع بسیار فعال بودی و فروش بالایی داشتی با چند مورد نارضایتی مشتری ها. چیزی که توجهم خیلی جلب کرد این بود که زودتر شیفت تو تموم کردی، یکم خل شدی و پریدی جلوی یه ماشین. وقتی توی همچین سمت بالایی قرار بگیری میتونی همه رو بندازی گردن یکی از کارمندان و بذاری از امتیازی یه نفر دیگه کم بشه. نظرت چیه؟ نه، این مسئولیت من بود. من فقط یکم زیر فشار کم آورد. خب یعنی مجموع امتیازاتت میرسه به مثبت. به نظرت چطوره؟ حرفی نداری؟ البته بهت حق میدم، همه مدیر عاملا مثل من سخاوتمند نیستن. خب اینم از گزارش امروز. روز علی پرتغالی. من واقعا مدیر بی نقصی هستم. خیلی خوبم. ببینم چرا اینجا دور از بقیه نشستی؟ من همه چی رو خراب کردم. اون ماسکم کمکم نکرد و حالا هم فکر کنم هیچ کس دلش نمیخواد با هم حرف بزنه. من که هنوز هم دوست دارم با حرف بزنم. ببین اون ماسک به درد نخور بود. خب که چی؟ مطمئنم یه روزی ماسک مناسب رو براس پیدا میکنی. من لیاقت دوستی تو رو ندارم. خب حالا که من اینجا، به نظرم بیا بریم پیش بقیه. نقاشیتم بیار. من همیشه نقاشیاتو دوست داشتم. مدیر دوبلاژ محمد زحمتکش، تهیه کننده کیارش خاورغزالانی، مترجم نیلوفر حقانی، گویندگان فرنوش رحیمیان، محسن سرشار، مهرداد مزرعه، محمد زحمتکش، نازنین محمدی، زهرا علیزاده، نیلوفر حقانی، اسماعیل عسگریان. دوبله شده در استودیو ساینا.